دوستای خوب و نازنین، امروز با کسی هستیم در کنار ما هست به عنوان شارخان افغانستان، یک دوستی که در ولایت غزنی معروف است. با عنوان شارخان افغانستان که هستم، میخوایم مثل آقای شاعر همه هنرهای خود به زودی زود و تمام مردم عزیزم افغانستان که من شارخان هستم، تک ستاره افغانستان، خوشحال هستم که در ملک افغانستان قدت کوتاه ولی قلبت بزرگ است. تمام استایل سری است ولی دور چشمت چروک است. به گوش راست خود دو حلقه داری، یکی دندان طلایی شانده داری. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای خوب و نازنین سلام. یک سلام گرم به دلای پاکتان، به قلبای مهربانتان، به زندگی پر از سرشار و مهر و محبتتان. دوستای خوب و نازنین، امروز با کسی هستیم در کنار ما هست به عنوان شارخان افغانستان، یک دوستی که در ولایت غزنی معروف است و از هنرها و از خیلی چیزای خوبی برخوردار می باشد. آمدیم که این را به شما معرفی کنیم. میخوایم با خودش یک مصاحبه داشته باشم. دوست عزیز سلام. سلام علیکم، در خدمت هستم. خوب هستی؟ بخیری؟ تشکر از جان جور است. الحمدلله. نام چیست؟ من شارخان افغانستان هستم. تخلصم نام فامیلی محمدی هست. خب آقای محمدی، از کجا هستی؟ اصلیتم از ولایت دایکندی ولسوالی شارستان، قریه کوکدره از شوینگیرو. شوینگیرو. بله. ماشاءالله. چند ساله هستی آقای شارخان؟ 36. 36 ساله. بله. بعد در کجا در دنیا آمدی؟ در این 36 سال عمر در کجا زندگی کردی؟ ما در زادگاه خودم همین شارستان به دنیا آمدیم. ولایت دایکندی. 4 ساله بودیم که پدر مادر ما سال 70 مهاجر شد طرف ایران. بله. با تا سن 30 سالگی در ایران گذاره کردیم، کلان شدیم. بعد یه سری رفتارهای ناشایستی بود به دلایل مختلف ما رو ناراحت کرد، رفتارهای همه مردمی که در اون منطقه میشتیم، همه ایرانی‌ها. باز تصمیم گرفتیم طرف خارج بریم و از متاسفانه موفق نشدیم. از مرز ما رو گرفت، رد و مرز کرد طرف افغانستان. بعد به طول 5-6 سالی میشه که در افغانستان هستیم. یک 5 سال یا 4 سال غزنی گذاره کردیم. دوباره هم رفتیم
علما یه مدت اول 7 ماه، مدت دوم 4 ماه اونجا بودیم. به دلیل کاربار پیش نیامد متاسفانه و هر کاری شروع کردیم، در هر شغلی دست زدیم. همه مردم عزیز غزنی هم ما را شاید در سطح غزنی دیده باشه که گاهی کراچی در دست ما بود، کراچیوانی میکردیم، گاهی نان خشک و چیزهای بازیافت میخریدیم. باز در کار برنامه‌ای هم استاد هستیم که کاربار پیش نیامد وسایل برنامه خود سودا کردیم. در هر کار ساده‌ای که پیش میومد شروع میکردیم و بعد چندان چیزی نبود که غریبی بچاله. خیلی خسته بودیم از این شرایط. باز همه شهرت خود که داشتیم تصمیم گرفتیم که شروع کنیم به یک فیلم چیزی برای طبیعت مردم افغانستان، مردم عزیز ما خوشحال شوه، برنامه‌ای ببینه یا چیزی. بخاطر که افغانستان هست بسیار یک ملک غم دیده، سرشار از خونجگری، بیکاری. مردم عزیز ما افغانستان خیلی روحیه افسرده داره، ولی ما میخوام برای شادی روحیه مردم خود، برای خوشحالی که غم ها از دلشون دور شود، یک سری برنامه ها و چیزایی را شروع کنیم. توکل به خدا. بعد از دولت فعلی امارات عزیز خواهشمند هستیم که با ما در زمینه کار که میکنیم همکاری کنند. دوست عزیز، همچنین یک هنرمند محبوب اسمت الله غمنوش، یک کسی که به ظرف 5 دقیقه یا 15 دقیقه بهترین شاعر است، بهترین شعرها را نوشته میکنه و امروز هم یک شعر داره که میخوایم با شما به خوانش بگیرن. اسمت جان سلام. سلام. خوب هستی؟ بخیری؟ رنجوره؟ بخیر هستی؟ سلامت باشی. اسمت جان کدام شعر بخلم داری؟ آره ولی خوانش میگیری؟ من برای شعر گفتن همیشه آمادگی دارم، نیاز به آمادگی ندارم. بده می از لبت جانا که تا محشر کنم بازی، شراب عشق می جویم پی ساغر کنم بازی. تحرک از می نابت وجودی خسته ام را ده، که از شورش برقص آیم به پا و سر کنم بازی. زکات منعم از مالت بدر کن چون نمی ماند، تو از حسنت زکاتم ده که تا خوشتر کنم بازی. چو رمز عاشقی اسمت نگردد حل به قیل و قال، چه حاصل تحصیل منطق چو با دلبر کنم بازی. چه حاصل تحصیل منطق چو با دلبر کنم بازی. ز دردم وصلتش جویم چه باک از نام و ننگ ما را، چو پای آهنین دارم سری اخگر کنم بازی. چو غمنوش را ببین فرمان جز رندی نفرمودن، نبینم هر طرف هر سو به یک دفتر کنم بازی. اسمت جان تشکر از اینکه یک شعر بسیار جالب خواندی. خیر ببینی، ممنون ازت. زنده باشید. تشکر. اشاره خان جان، بله. همونطوری که گفتی کدام فکایی کدام طنز اگر چیزی داره برای دوستای ما یک نمایش بسیار کوتاه بده تا انشالله بعدا با شما کارهای دیگر را شروع کنیم. بله آقای دکتر، فکایی و طنز که حقیقت آمادگیش هم نداریم، برای فیلم حضور ذهنم نیست. و از خاطره که گفته، یک خاطره جالب از ما با اندوال ما همزه قومای خود ما بود، با همزه دوستان ایرانی که در ایران شیشته بودیم، در مورد هوا بود. خاطره جالبی بود و یک کلمه گفت خیلی جالب در زبان وطنی. گفت آره امشب هوا هم خیلی سرد بود، منم خیلی سردم شده بود، از خواب بلند شدم دیدم کمپلم اونوره. همه بچهای ایرانی تعجب کرد که این کمپل چی است. باز ما برای از ما توضیح دادیم که در زبان اصلی ما کمپل به معنای پتو در شما حساب میشه. شما پتو میگین، ما کمپل میگیم. باز همین یک خاطره خیلی جالب، ما اون روز خیلی خوشحال بودیم با بچه‌ها، ما گفتیم میخندیدیم، ولی همین نکته ازی با کلمه وطنی خیلی جالب بود برای ما. بله. یعنی بعضی وقتا میگن عقب برو، باز میگه پیش بیا. بله، کلمات هر جای یک نوع لهجه، یک نوع فرهنگ خاص خود داره. بعض وقتا نکته های جالبی گفته میشه که یک خود خاطره شیرینی میمونه. باز یکی از خاطرهای جالبم این بود که
یک کارگر افغانی در ایران همو تانگ تیل نفت چپه کرد. در ایران اینجا تیل میگه، در ایران نفت میگه. بله او تانکر تیله کرد، در گفته اینجا همه تیل در زمین چپه شد. این صاحب کارش ایرانی گفت به حساب ما بیلر میشه، به حساب از اونا بشکه. میگه او بشکه را ننداز که نفته. او میگه نه ما فکر ما اصلا نمفته. او میگه که تانکر را ننداز که داخل از اون نفته، در گفته ما تیل میشه. او میگه که ما کم گرفتیم که نمفته. یک خاطره خیلی جالب از کار بود. تشکر. خواهش میکنم. تشکر. دوستای نازنین، همونطور که اسمت الله غمنوش داره، ما به شما گفتم که در ظرف 5 دقیقه‌ای شعر جور میکنه برای جناب آقای استاد شارخ خان. به نظرم که کدام شعر جور کردی نه؟ جور کردی یا نه؟ ما را پیش بیننده دروغگو نسازی. خب میتونی که بخوانیش بگیریم؟ بفرمایید. بفرمایید. قدت کوتاه ولی قلبت بزرگ است. تمام استایل سری است ولی دور چشمت چروک است. به گوش راست خود 2 حلقه داره، یکی دندان طلایی شانده داره. بله. صحیح بود یا نبود؟ بسیار عالی بود، بسیار مزه بود، برای ما خوشحال شدیم. ولی بازم شعرهای جالبتری که اگر دارین بازم اگر میتونین آقای شاعر برای ما زمزمه کنیم، ما خیلی خوشحال شدیم. همین شعرتان تبابات همین سایل ما بیخی خان ما رو مزه داد. صحیح. ظاهر و باطن همیشه واحد و یک رنگ نیست. گر درون ناقص بود ظاهر مثالش لنگ نیست. آشتی دائم نباشد حکم فرما بر یکی، لااقل بطن و برونش تا ابد در جنگ نیست. لاک پشتان زمین دارد کجا هر دو یکی، ظاهرش گر میشناسی باطنش چون سنگ نیست. گر کسی باشد فقیر و منفور و دوران خیش، قلب شاید نیک دارد آدمی بیننگ نیست. دور اگر از شهر باشد از بشر افراد چند، دان یقینا جملگی بی آب و بی فرهنگ نیست. اسمت من و قضاوت ظاهر و باطن بکس، گرچه ثروت کم دارد سینه اما تنگ نیست. البته بخشش باشه ما طبق ظاهر است تو یک شعر جور کردم، شاید تو خیلی توانایی هایی داشته باشی، خیلی استعدادهایی نهفته در درون داشته باشی، ولی بخشش باشه شرمنده بعد از استعدادهای تو هم شعر جور منم و میخوانم. خواهش میکنم. ما بسیار خوشحال هستیم که همچین شاعرای عزیزی در وطن ما هست. ما افتخار میکنیم به همچین تخصص، به همچین هنرهایی که همه شاعر عزیز ما داره. و یکیش ما خودم با عنوان شارخان افغانستان که هستم، میخوایم مثل آقای شاعر همه هنرهای خود به زودی زود و تمام مردم عزیزم افغانستان که من شارخان هستم، تک ستاره افغانستان، خوشحال هستم که در ملک افغانستان به مدت 5 ساله زندگی میکنیم. با رویه برخورد گرم مردم افغانستان روبرو شدیم. خیلی خوشحال هستم در طول همین 4 سال یا 5 سالی که در غزنی هستم از تمام مردم عزیز خود خوشحال هستم. بسیار برخورد صمیمانه گرم از هر نوع قومی که در غزنی هست خوشحال هستیم. تشکری میکنیم که با ما همچین رابطه گرمی داره. با آقای دکتر ان شاء الله گفتگو. آقای شارخ خان، وقتی که در شهر غزنی میگردی مردم با تو چی برخورد دارن، چی گپایی میگن، از تو تشویق میکنن نمیکنن؟ اگر میشه از برخوردهای مردم یک چیزی رو برای ما بگوین. بله، برخوردهای مردم عزیز غزنی یا بهتر بگم که تمام ملت افغانستان ما بسیار برخورد گرم و صمیمانه دارد. بله آقای دکتر که اشاره کرد که شما در شهر که میگردین چی رقم مردم با شما رویه یا چه حرکات نشان میداد؟ ما که وقتی در شهر میگردم تمام مردم خیلی با نگاه خوشحالی طرف ما سعی میکنه و لبخندی در لبانشان جاری میشود. بعضیاشان افتخار میکنه که همچین بچهای در افغانستان است، عکسای افتخاری از ما میگیره. بعضیا میگه تو واقعا لیاقت داری دم شارخ خان بودن، ما افتخار میکنیم همچین شارخ خانی داریم در افغانستان خود. با بسیار تمثیل‌ها و تعریفات زیادی دارد مردم برای ما میکنه، ولی هرچی زیاد بگیم خودش یک نوع خودخواهی حساب نشه. بیشتر از این بهتره که با خود مردم در شهر میتونین با ما
مصاحبه کنید که از نزدیک خودتون بفهمین که چی نظرات یا چی احساسی در بابت ما داره. بله. تشکر، امید که جور و صحتمند باشین. خواهش میکنم. بله. اسمت الله جان چیزی گفتنی ندارین؟ نه تشکر دکتر. آقای شاروخان، میخوایم نظرتان با بینندای عزیز ز چینل فردای درخشان شریک بسازم. در آینده چی نظر، چی کارا میخوای بکنید؟ در آینده انشالله همین تصمیمی که داریم در بابت همین برنامه یا طنزها یا چیزهایی که در نظر داریم شروع کنیم با موفقیت انشالله برسیم. بعد از او با مقدمات که به پیش میبریم باز در نظر گرفته میشود که چی کارهای عمده تری میتونیم در وطن خود در خدمت مردم خود باشیم. تشکر، امید که جور صحتمند باشین. خواهش میکنم. خیر ببینید. خواهش میکنم. دوستای عزیز خوب و نازنین، تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتان.